بذار یه چیزی ازت بپرسم که قرار نگاهت به دنیا رو برای همیشه عوض کنه. فکر میکنی خوب بودن امنیت میاره؟ باور داری که مهربونی ازت محافظت میکنه؟ بخشندگی باعث وفاداری میشه و صداقت احترام به همراه داره؟ اگه جوابت به هر کدوم از این سوالها بله بود، پس آماده شو تا با خطرناکترین دروغی که جامعه تا امروز به ما گفته روبرو بشی. بزرگترین اشتباهی که آدما میکنن اینه که فکر میکنن خوب بودن مساویه با در امان بودن. اما حقیقت بیرحمانه اینه، خوبی مثل آتیشه. هر چی که ساختی رو میسوزونه و خاکستر میکنه. روابطت، کارت، رویاهات، همه چیزو. نیکولو ماکیاولی؟ آره، خود نیکولو ماکیاولی اینو فهمیده بود. اون سقوط رهبرهای خوب رو دید. نابودی حاکمهای مهربون رو تماشا کرد. خیانت دیدن آدمهای بخشنده از طرف همون کسایی که بهشون کمک کرده بودن رو با چشماش دید. و همه اینا رو نوشت. امروز من قراره حقیقت پنهان اون رو با تو به اشتراک بذارم. بهای خوب بودن که هیچ کس در موردش حرف نمیزنه. توی چند دقیقه آینده قراره بفهمی چرا خوبی‌هات در واقع داره تو رو ضعیف میکنه. چرا آدما به مهربونی تو احترام نمیذارن بلکه ازش سوء استفاده میکنن. و از همه مهمتر چطوری خوبی رو از بزرگترین نقطه ضعفت به قوی‌ترین سلاحت تبدیل کنی. اما اول بذار یه چیزی رو روشن کنم. من بهت نمیگم که آدم بدی بشی. ازت نمیخوام به کسی آسیب بزنی. چیزی که میخوام بهت نشون بدم اینه که چطور استراتژیک خوب باشی، نه کورکورانه. چون واقعیت اینه که توی دنیایی پر از گرگ، گوسفند بودن یعنی زنده زنده خورده شدن. از امروز همه چیز عوض میشه. تو دیگه کورکورانه از خوبی استفاده نمی کنی، بلکه هوشمندانه به کار میبریش. توی این ویدیو میفهمیم که چرا خوبی همیشه ازت محافظت نمیکنه و در واقع خیلی وقتا نابودت میکنه. و دقیقاً میبینیم که چطور اون رو به یک منبع قدرت واقعی تبدیل کنیم. پس بریم سراغ اولین حقیقت تکون دهنده. حقیقت اول چیزیه که شاید همه ما توی زندگی تجربهش کردیم. همون خوب بودنی که باعث شده ازت سوء استفاده کنن. به مهربون ترین آدمی که میشناسی فکر کن. حالا به این فکر کن. آیا واقعاً بهش احترام گذاشته میشه